In this lesson, we're going to talk about jobs, and we're going to study how to link the words. We're going to study connected speech. Connected speech. Connected speech زمانی استفاده میشه که شما میخواین سریع صحبت بکنین. زمانی که میخواین سریع صحبت بکنین کوشش بکنین که لغات رو با هم وصل بکنین. مثلا به اینجا با جایی که what is بگین میگین what's. شما رو کانترکت میکنین what's. بعد این his را هر وقتی که his باشه یا her باشه یا him باشه یا he باشه میتونین h را حذف بکنین. بعد اس از که زی تلفظ میشه را با I لینک میکنین. قسمی مثلا نمیگن که what is his job. دانه دانه نمیگن. و او باز به نام choppy speech میشه. choppy speech یعنی شما قطعه گرد میزنین. مثلا میگن what is his job. این خیلی روان نیست. بخواین روان صحبت بکنین چیکار میکنین؟ لینک میکنین. نارا کانکت میکنین، وصل میکنین و از کانترکشن ها استفاده میکنین. با جایی که بگین what is میگین what's. بعد his را هیچ تلفظ نیاز نیست تلفظ بکنن. بعد اس ازی که is زی تلفظ میشه را با is وصل میکنن. حالا میگین what's his job. و همچنان اسی هی his را همون قسمی حذف میکنن و هی her را هم میتونن حذف بکنن. و جاش چیکار میکنن؟ ایره لینک میکنن. پس میگین که what's ایره کانترکت میکنن. what's بعد her h را حذف میکنیم er میمونه که ای را اینجا وصل میکنیم میشه what's her job. What is his job? What's his job? What is her job? What's her job? So listen again. What's his job? What's her job? What's his job? What's her job? We don't say what is his job. We say what's his job? What's his job? And what is her job? We don't say. We say what's her job? What's her job? What's his job? What's her job? So as we talked about connected speech, we're gonna have some more tips. همونطور که گفتیم his و her اینجا خلاصه‌اش نوشته میکنیم his و her. هر وقت قبل از یا به صدا باشه یعنی consonant به صدا باشه. پس این به صدا را چیکار میکنین؟ هیچ از یا را حذف میکنین. به صدا رو با وصل میکنین. What is his میگیم what's his. What is her میگیم what's her. دقیق. در صورتی که شما هم را داشته باشین همون قسمی هم ایچش میتونین حذف بکنین. یا اینکه مثلا he را حتی شما داشته باشین چیکار میکنین؟ ایچش حذف میکنین فقط ای را تلفظ میکنین. مثلا I called him نمیگین. چرا؟ چون choppy speech میشه. اسپیچ شما سخنان شما قطعه میشه. پس قطعا شما چیکار میکنین؟ دانه رو تلفظ میکنین که اصلا نیتیو اسپیکر هیچ وقت قسمی تلفظ نمیکنه. I called him نمیگین. چه میگین؟ I called مستقیم اچ را حذف میکنین ای رو وصل میکنین با I. پس میگین I called him. یعنی که I study English but he when قبل از he ما شما به صدا داریم. پس میتونین اچ را حذف بکنین T را با ای چیکار میکنین؟ وصل میکنین. I study English but he studies German. I study English, but he studies German. Buddy. Look at here, buddy. T هم چون بین دو تا حرف صدا قرار میگیره. مانند fast D تلفظ میکنین. Buddy. I study English, but he studies German. We don't say I called him. We say I called them. We don't say I study English, but he studies German. We say I study English, but he studies German. I called him. I study English, but he studies German. So this is how we are going to connect the words. So this is called connected speech. After this, try to remove the choppy speech, but keep the connected speech. Practice it until you make it. So we have the summary here. We don't say is he, we're going to say is he. We don't say is her, we drop this H and we say is her. We don't say called him, we drop the H and we say called him. We don't say but he, we drop the H and we say buddy. So that's what we call connected speech. خب ما شما حالا میخوایم تمرین بکنیم ببینیم که می 4 دانه لغتی که ما شما خوانده بودیم مانند him, her,
his و he. این لغات را اگر در اینجا داشتیم تمرین میکنیم که اونا رو چیکار کنیم؟ حذف بکنیم و کانکت بکنیم که کانکتد اسپیچ خود تمرین بکنیم. خب از این قسمت ما و شما مثلا یک تایی از هم را اینجا داریم، هم، یک هم اینجا داریم، یک دیگه هی اینجا داریم. هر جمله را که شما ببینین اگر زیاد داشته باشین ببینین که قبل از امی مثلا هم است یا هی است یا his است یا her است. قبل از یا اگر به صدا داشتین چیکار میکنین؟ h را حذف میکنین، h را حذف میکنین این قسمی به صدای قبلی را با صدای هم her یا امی لغاتی که برای شما گفتم اونا رو با او وصل میکنین. مثلا اینجا داریم want him، h را حذف میکنین، t را با I وصل میکنین. میگین want him، I want him، I want him to learn about hard work و بقیه جمله. I want him to learn، I want him، I want him. نمیگین I want him، میگین I want him، I want him. یعنی که مثلا an example for him نمیگیم، چی میگیم؟ h را حذف میکنیم، r را با I وصل میکنیم. میگیم که example for him، example for him، example for him. یعنی که because he، because تلفظ نمیشه. در تلفظ ما فقط درباره صدا گپ میزنیم. اصلا ده حرف کار نداره. مثلا because آخرین صدا ز هست، پس ز صدای ز با چی وصل میشه؟ با ای. پس میگن because he isn't. ببین because he. پس میگن because he نمیگن. و هر متنی را که دیدین به خاطر که اینا رو تلفظ بکنین تمرین بکنین ببینین همین 4 تا لغتی که بر شما گفتم him، his، her و he اینا را کوشش بکنین که چیکار بکنین؟ h را حذف بکنین و با به صدای قبلی اونا رو با هم وصل کنین. Thank you.